عجیبه چیزی که ایشون گفتن بعد از مدت‌ها در کشور یک همبستگی رو داره که من الان چند سال ندیدم واقعا. چون خانواده ما دیگه تعارف هم نداریم، ما تو اکثر چیزا اختلاف نظر داریم با هم، ولی تو این قضیه من نگاه می‌کنم در هفته گذشته همه پیر و جوون، ترک و کرد و لور و بلوچ از هر قشر و هر جنایی، اصلاح طلب و اصولگرا، کسی که به جای وصل بود و وصل نبود با ایشون از رخت خواب مخالف بودن. حالا من اصلا با خود ایشون کاری ندارم، به هر حال تصمیم شخصیشونه که بیان این کارو بکنن جلوی دوربین. هر روی صحبتم با اون کسایی که دارن با ایشون کار میکنن، مثلا اون فیلم برداری که اون تصاویر رو ضبط کرد، تو اون لحظه چه حسی داشتی؟ مثلا من دیدم کسای دیگه هم بعضا با ایشون تو یک کات قرار میگیرن، خانم و آقا مثلا هستن، ایشون هم هست تو اونجا. مگه میشه اصلا شما تو همون استودیو هستی که ایشون هست، از همون هوایی نفس میکشه که ایشون میکشه؟